می‌دونستیم که به زودی ما به این مکانیزم ماشه نزدیک خواهیم شد. همه می‌دونستیم به این تحریم‌های جدی نزدیک می‌شدیم. ما می‌خواستیم چندین تن طلا وارد کشور بکنیم که مردم آسیب نبینن. دلار امروز 105,000 تومانی چه فایده‌ای داره برای این کشور؟ اینها همه آسیب شناسی داره. یعنی ما همه اینا رو رفتیم بررسی کردیم که چرا این سکه. شما شک نکنید که به ما مکانیزم ماشه هیچ ربط نداره این افزایش قیمت دلار، به تحریم‌های بیرونی هیچ ربط نداره، همش زیر سر بانک مرکزیه. اینو شک نکنید شما. چرا با زیر سر بانک مرکزیه؟ به خاطر اینکه اینها یک گروهی رو درست کردن، گروه‌های تراستی بانکی اومدن رفتن توی بانک‌ها خالی خونی کردن، پول‌های الکی خلق کردن، آوردن، بانک مرکزی تایید داده، رفتن باهاش کاسبی کردن. امروز اگر که میخوان اون پول رو برگردونن، باید بیان از کف بازار تهران پول جمع کنن، باید طلا جمع کنن تا بتونن اونها رو جواب بدن. ما اینا رو همه رو قبلا رفتیم آسیب شناسی کردیم و دیدیم و به زودی هم تمام اینها رو یکی یکی ارائه میدیم. یعنی میگیم کجاها خالی خونی شده. ما الان بیش از 4 میلیارد دلار تمام آدمایی که مربوط به تیم آقای فرزین بودن در بانک‌های در بیشترش در 3 تا بانک کشور توی خارج از کشور بدون اینکه پولی وجود داشته باشه خالی خونی کردن و اینجا اومده و اینا خلق پول کردن و اینها دارن فشار به مردم میذارن. یعنی برای چی باید مردم بیان تحمل بکنن دلار 105,000 تومان و 110,000 تومان و یه نفر به تمام بازرگانا، به تمام اقتصاددانا هم داره اذیت میکنه. توی چند روز پیش توی یک جلسه‌ای بوده گفته تمام بخش خصوصی برن بیرون. اصلا ایشون جایگاهی نداره که بخواد بخش خصوصی را از اون جا. اینها اگه دخالت نکنن خود مردم کشور رو درست میکنن. همه یک تیمی درست کردن، کاسبی میکنن با هم دیگه، کارهای اینجوری دارن.